در سال 2010 نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان به کشف حیرت انگیزی دست یافتند. آنان در دامنه‌های کوههای هندوکش در عمق 40 متری زمین شهری باستانی و عظیمی را کشف کردند که به طور شگفت‌آوری از یک راکتور هسته‌ای طبیعی روشنایی می‌گرفت. این راکتور که قدمت بیشتر از 4200 سال دارد، همچنان فعال بود و انرژی خود را از منبعی ناشناخته و اسرارآمیزی تأمین می‌کند. چراغ‌ها و نورافکن‌های عظیم در مقیاس گسترده فضای این شهر زیرزمینی را روشن نگه داشتند. گویی تمدن فراموش شده هنوز در تاریکی آثار نوری از دانش خود را به رخ انسان‌ها می‌کشد. ساختار این راکتور هسته‌ای شگفت‌آور دارای سانتریفیوژهایی است که به درختان نی شباهت دارند، سامانه‌ای که به طرز معجزه‌آسا در طول قرون و اعصار پایداری و کارکرد خود را حفظ کرده است. چنین فناوری پیچیده حکایت از دانشی دارد که هنوز برای بشر امروزی ناشناخته باقی مانده است. این شهر تنها نمونه‌ای از تمدن‌های مدفون شده در اعماق خاک افغانستان نیست. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد در مناطق مختلف این سرزمین شهرهای باستانی دیگری نیز پنهان شدند که شاید حامل نشانه‌هایی از فناوری‌های پیشرفته و رازهای تمدنی باشند که هنوز به درستی کشف و درک نشدند. محققان بر این باورند که تمدن کیانیان که در بلخ، بامیان و دیگر نقاط این سرزمین شکوفا بودند، از سطحی از پیشرفت علمی و فناوری برخوردار بوده است که هنوز تحلیل و رمزگشایی آن برای دانشمندان امروزی دشوار است. شاید مبانی علمی تمدن کیانی به کلی متفاوت از اصول علمی و فناوری مدرن امروز باشد، همانطور که دستاوردهای تمدن‌های باستانی مصر، مادها و دیگر تمدن‌های کهن از جهاتی با فناوری امروزی تفاوت‌های بنیادین دارند. این احتمال وجود دارد که تمدن‌های کهن به نوعی از دانش و انرژی دست یافته بودند که امروز از درک آن عاجزیم، دانشی که روزی شاید جهان مدرن را با حقیقتی تازه و شگفت‌انگیزی روبرو نماید.